ماشاءالله. گل میزنی؟ نه خبر. تا آتاما گل برنده اونو قایترما ها؟ آرومتر چه گوشت دار؟ آرومتر اینجا عقب‌تر بشه آروم باشه برکن مسافر نشد برگرد دفت اونوری احمد این لنداشتم بربرم آقا ببخشید حواسم نبود اعصابم خورد شد ببخشید معذرت میخوام نمیشه که حواسم پرده گوشمون رو آروم تو رو آقا تو رو خدا معذرت میخوام ببخشید داداش بخت دیگه آقا معذرت میخوام ما همتون حالا حرف میزنم معذرت میخوام تو هم مونده تو هم بگو معذرت میخوام ماشاءالله. گل میزنی؟ خجالت هم نمیکشه؟ چه؟ نه نرینی تو ماشین بابا عجب بدبختی داریم ما. آقا بزن کنار من میخوام پیاده شم بابا. بزن بغل من پیاده نگوزید دیگه. پولم نمیدم آقا بزن بغل. یعنی چی پول نمیدم؟ پول نمیدم من واسه چی باید پول بدم؟ پولت میکنم بزن بغل پول نمیدم. کرایه نمیخوای بدی؟ یه مسافر سوار چه بدونم گوشم خوش بذار هر کی بوده. بشین آقا ابراهیم خوش بذار دیگه هر کی بوده. خوش چی بذارم؟ من هر چی بگی من قبول. داداش حالا هر کدوم خداییش اومدیم بدبختی داریم ما. آقا به کرایه آقا داره بیشتر بده پایین خفه یه بار دیگه بده شد بالا یه بار دیگه بده پایین ببخشید بده پایین یکی میبوزه اینجا خفه میکنه ای بابا نگوز دیگه راسته آرومتر بابا گوزی حالا میگوزه حالمون به هم خورد دیگه. من تو هم رو نزد ندیده بودم تو کسی صدا بگوزه نمیشنوی اصلا؟ بابا یه سوزن و نخ بشیر بدون اونو بابا خیلی میگوزی من واقعا خودم خجالت کشیدم به روی خودم من نیاوردم. خودم صدا رو شنیدم من فکر کنم با دهنش خوبه حالا خود من اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری فکر کرده باشه که مثلا یک گوزیده میگم آخه با دهنم چجوری داد نمیشه که بزنم با دهن اصلا با دهن هر جوری بزنم صداش در نمیاد نمیشه که چی داد اون مسخره‌بازی دهنتون ببخشید زیاد شوخی کردی روی مخه بود داداش روی مخه بود ببخشید شوخی کردیم یه دست ناراحت شدی؟ دوربینه اینا داره اون عقب من یه دونه اون عقب باورش نه عقب یه دست مخفیه ببخشید شوخی